السلام علیکم دوستان عزیز. اینک با ما فرصت رسید که کورس CSS رو به شما آموزانیم. پیش از درس من به شما یک چند گپ رو میگویم. وقتی که شما میخواهید یک چند زبان کامپیوتر رو حفظ کنید، 100% شما در وقت آموختن با چندین خطاگی راه میدید. اما من گفتنی ام به شما دوستان، هرگز دل شکسته نشوید و باز آموزشتون رو دوام دهید و هر سوال پیدا شد با من تید، من همه وقت به شما کمک میکنم. چون که در زمان من میآموخت یگان انسان یافت نمیشد که به سوالهای من جواب دهد. اکنون من HTML5 و CSS رو 80-90% آموختم. در عین زمان دیگر احتیاج خواندن این دو زبان رو من ندارم. خب میدش میگذاریم به قسم درس. CSS از کلمه انگلیسی گرفته شده از کاسکادنی تبلیس استیلی و CSS یک رو هاکوم ویوم لی ابدامی دکتر سال 1996 اختراع کرده است که آن زمان CSS رنگ میداد و تبلیس میساخت و بعضی کارهای دیگر رو میکرد. 12 می سال 1998 باشد ورسیای نو دوی CSS برآمد که در آن فونکسیون‌های نو پیدا شد. 8 سپتامبر 2009 CSS 2.1 را ساختند که در آن دارای فونکسیون‌های نو بود، یعنی انیماسیون، ترانسفورم داخل کردند. بالاخره 7 ایون سال 2011 CSS پیدا شد که در آن فونکسیون‌های کهنه شده CSS 1 و CSS 2 را نصب نمودند و یک چند فونکسیون‌های نو داخل کردند. این بود معلومات کوتاه عاید تاریخ CSS و اگر برای شما معلومات زیادتر در کار باشد میتوانید در اینترنت بخونید. لوبوی پروگرامیست HTML CSS JavaScript را باید بداند. این فوندامنت هر یک سایت ساز و یا پروگرامیست میباشد و ما به شما کورس HTML5 را گذاشته ایم و اگر شما نگذاشته باشید پس من به شما توصیه میکنم که یکم کورس HTML5 را گذارید و بعد به CSS گذارید، چون که این خیلی برای شما دشواری میکنه. CSS این برای دیزاین دادن یا آرایش دادن سایت میباشد و باز در یک چند قسم های زبانهای برنامه‌نویسی آن را استفاده میبرند و به فکر شخصی من از همه زبانی آسان‌ترین بعد از HTML این CSS است. خب میگذاریم به درس. من پروستو یک پاپکا ساختم. من در داخل پاپکای ما یک صورت و یک HTML داکومنت و یک پاپکای CSS خالی. خب ما این پاپکا را در سابلایم تکست میکشویم. من وقتی کشیدمش نشاکس میکنیم. پروستو اینجا HTML و تایتل دیگر هیچ چیز نیست، یعنی هیچ داره. تمام. خب میگذاریم یکم پدکلچت کردن CSS میگذاریم. خب شما پدکلچت کردن CSS و آدرس دادن خوب در یاد بگیرین که این چیز بسیار چیزی لازمه. خب ما پدکلچت کردن CSS این خیلی میکنیم، یعنی که لینک بنویسیم این خودش اتوماتیکی برابر این چستی که شما میبینین. من این در در HTML 4 تا HTML5 اینا استفاده بودم. حاضر در HTML5 این دیگر نیابیزاتیلیه دیگه ریال مناسین استیلشت اینا ابیزاتیلیه، لینک هم ابیزاتیلیه و حیف هم ابیزاتیلیه. پروستو ما در حیف آدرس میتیم که ما میگیم ما یعنی وزی در ایندکسیم. ما در ایندکسیم من خوب نشون دیم. ما در ایندکسیم و در بر ایندکس یعنی در یک جو بگیم هرچون بر پاپکای CSS است. درونی پاپکای CSS تماما پاپکای CSS است. در داخلی پاپکای CSS هست مثال مثلا میگیریم 1 2 3 توچکا CSS مثلا خیلی باید ما آدرس بدیم که ایندکس بگیم، یعنی پاپکای CSS بدرو بعدم 1 2 3 را بگیم. آدرسی را خوب در یاد بگیرین که من تو حاضر من آدرسی را خطا میکنم. نو اگه تز میوم خطا کنم اونه که مثلا اگر شما خطا کنیم بعد شاید نویچار باشه مشکلی شباره شما. برای همین خوب اهمیت کنیم. ما میگیم پاپکای CSS بدرو بعد سلش میکنیم، یعنی که جدا میکنیم. میگیم که style CSS بگی، یعنی توچکا فرمتش CSS. ولی ما فایل نداریم در داخلی. یک فایل میسازیم. یک فایل میسازیم، سخرانید میکنیم. راست در پاپکای CSS سخرانید میکنیم. میگیم style توچکا فرمتش CSS. خب style توچکا CSS تمام. ما CSS رو پدکلچت کردیم. خب دیگه میگذاریم. دیگه چی؟ دیگه select چیه؟ مثلا ما select میگیریم.
select این میشه. مثلا یا بودی را میگیم options body یک گوش نکن اینش select میشه body یعنی این select و ما در داخل دو نخونک یعنی اپیسانی را مینویسیم چی استیل ما بودی داشتیم منم بودی از اینجا در اینجا ما چی کارش کنیم این بودی را یعنی اگم استیلش بدیم ما میگیم که background یعنی که اگم رنگش میدیم پروستو من تاکوی رنگ دادسته بدون اینکه رنگ تیره یعنی ما ریشت کایمونیم یعنی کد رنگ هم نسونیم یا اینکه شما میتونین که نامی رنگ هم نسونیم سر ریک یا که انگلیس خط نامی رنگ هم نسون میشه نوکی خیلی هم نسون میشه بعد من در تگ سلکه در تگ ویدیو سلکه میمونم کلور مانی شما کلور مانی دست کچت کنید کلور مانی از اون میتونه که لوبای خیلی دل خورنگه کچه بگیرین در اینجا استاوید کنید خب سخراین میکنیم پراورکا میکنیم مانا این رنگی که از ما دادیم یعنی که رنگ داریم همینجا میتونیم که لوبای خیلی یعنی که فرموم کنیم دویم select با میشود HTML یا که لوبای تک کاروچی لوبای تک در CSS میشود این select یعنی مثال میگیریم تگی پیرا میتیمش color یعنی color این رنگ میشود پروستو رنگی چی خیلی например FF این سفیده مانا چقدر که میبینین پیمو رنگی سفید گرفت خب این بود select میگذاریم با دیم نمودش چیه خب یک نمود دیگرش همان گویم تو مثلا شما میخواین که در داخل HTML یکم استیل پین در HTML این خیلی میکنین style می نویسین مثل color چخیلی که ما سفید داده با سفید میتین من این خیلی مثلی که در CSS چخیلی که ما نویسته هم خیلی پروستو از اینجا من میگیریم نشه اب نوید میکنیم من چخیلی که هست همون خیلی استاگیه یعنی که کلورای این از داخل HTML گرفت یعنی که ما فقط همین تگی پیرا style دادیم یعنی همین رنگ دادیم یعنی که اینجا با میتونه که لوبای خیلی دیگه تگوی CSS نشونیم خب نش فهمو فکرم دیگه میشه مگذاریم دیگر نموچه خب آتستوب یعنی که گیردیوانه چیو گیردیوانه بلوک ها یعنی که همین چخیل گم یعنی گیردیوانه پی از ماجه شانتیم باز خوبتر این اوقا مهم نیست اونه که در بعض جاش ما با میخوام من هم گیردیوانه نمین یعنی از اینش چند قدر دور است میخیل یعنی همه همین گیردیوانه همین ها یا که نمین تکست ای بودی مثلا 3-4 پیکسل مقصد این طرف اومده یعنی طرفی راست طرف چپ میخیل این تگش برای همینه یعنی که ریشت کنه در بعضی کد ها با میخورین شما عویزت کنید این برای همینه خب دالش میریم دالشی کلاس آیدی ما لبای تگ دا میتونیم که یکم کلاس دیم یا آیدی مثلا دیو میسازیم و در دیومون پروستو کلاس میتیم کلاس اد نامشا اد میمونیم با همینجا آیدی میتیم نامشا وب اینستال میمونیم ما میتونیم که در این بلوکی خودمون هم با آیدی استیل بدیم هم با وب چخیل میتونیم استیل مثلا ما وب اعلان میکنیم وب حاضر من یک چند استیلش میتونیم یعنی که این درازیه 100 پیکسل میگیم یعنی درازی بلوک 100 پیکسل شود نه فهمی بود آنها این درازیش میگیم 30 پیکسل شود باز میگیم یعنی رنگ بگیره خب بکگراوند مثلا سفید گیره سخرانید میکنیم پراورکا میکنیم
ما ببینیم که هیچ پیدا نکرد. برای چی پیدا نکرد؟ برای که ما ادا فایرود کردیم. این ادا نمیفهمه، یعنی که ما المنتی ایدی را در نظر داریم. ایدی را که در نظر داشته باشیم باید ما پیش در ریشوتکا بمونیم. ریشوتکا که موندیم ما نبینیم بلاک ما پیدا شد. خب باز ما میتونیم که کلاس رو بگیم. کلاس قطعی علیش میکنیم، پراورکا میکنیم، کار نمیکنه. برای که کلاس باید با نقطه قطعی بگیم. یعنی که اگر ما تگ های HTML بگیم به نقطه، من چه خیلی بودی را مفرد کردیم، به نقطه پروستا بودی را مینویسونیم. اگر ما ایدی را فایرود کنیم ریشوتکا قطعی مینویسونیم. من یک بار خلاص کنم. اگر ایدی باشد ما خب ریشوتکا قطعی میگیم و کلاس باشد با نقطه، یعنی کلاس ما ایدای و اینش ویبر. خب من اگر ایدی باشه این قطعی، کلاس باشه این قطعی و اینا باز کار کردن گیرین باز میفهمیم. خب اینش کامنتاریه، یعنی که موضوع ما در این کلاس کار نیست، به خاطر همین کامنتاریش کردیم. خب باز چی؟ فکرم که اینش تمام شد. میگذاریم با یک نمود ادرسی دیگر. مثلا ما منیو داریم یا اینکه ما منیو در بسیار استفاده میبرم. نه یک چیز دیگر من کلاس بگم ایدی را بگم که شما وقتی لوبای اینجا کد زیاد میشه، وقتی بسیار میشه شما لوبای چیزا میخواین اگر استیل بدین شما پروستا کلاس قطعی یا ایدی قطعی اینا دو نمود میشوند. کلاس یا ایدی قطعی نامشون میتین، یعنی نامشون میتین در CSS با همون نامشون فایرود شون میکنین، یعنی که استیل شون میتین. یعنی ما وب یعنی نام دادم ایدی قطعی و فایرودش کردم و نام خیلی استیلش دادم. خب مایلشین ما میگیریم یک نمود ادرسی دیگه، یعنی ما OL میسازیم، ما در لی میسازیم، باز در درونی لی میسازیم. خب میسازیم یا وب، من پروستا همین میگیرم وب یک پروستا تکوی من 4 تا میسازیم. اکنون حاضر باید ما ارا فایرود کنیم، یعنی ما تگ ارا باید یکم استیل کنیم. چه خیلی کردن در کار ما میتونیم که پروستا تگ اب نویسیم کالر مثلا کالری میکنیم سفید سخرانید میکنیم سفید، مثلا کالر سفیدش میتیم و امونه با یک تگ دیگر از اینجا میگیریم و در پایین یک تگ دیگر. خب سخرانید میکنیم. ما نبینین همه اوای ما سفید گرفت، یعنی همه اوای ما رنگ سفید گرفت، با ای پایونگی هم رنگ سفید گرفت. انا ما در کاری که باید فقط اوای همی درون سفید بگیره، یعنی فقط اوای همی درون هم میتونیم استیل کنیم، نه بیرون باشه، یعنی که در جو سیلک اپسیونش همه چیز کار ما در نظر نداریم. برای همین ما اینجا می‌نویسیم که ما می‌خوایم ul دبدرو بعد ul لی دبدرو بعد عربی کلر. ما گفتیم که ul برا درونی بلاک ul، وقتی در درونی بلاک ul در اومدی درونی بلاک لی بدرو بعد درونی بلاک لی دا عربی استیل. خب ما در اومدیم پروستا هم نوید میکنیم. ما ببینیم که فقط درونی بلاک های ul ما یعنی رنگ گرفت تمام، استیل گرفت تمام. خب این بده یعنی که دراز دادن، یعنی با میتونه که شما هم خیلی بسیار بتین، یعنی خیلی بگم دیو منویسین، مثلا دیو منویسین شما امیره پول میگیرین کپی رو میکنه و در داخلی میمونه. این خیلی هم کار میکنه، فرق نداره. نه که با میتونه که ادرس را با از اینجا بگین که مثلا که داخلی دیو بدرو بعد اینو را بگی، این خیلی هم کار میکنه، فرق نداره. خب مایلش این سرش ایشان نمیکنه اینو شد چیز اودی بده.